بلد نیستم بازی کنم. چطوری الهه؟ زدی منو ها. ببین میگم ایم بگیر یعنی اینجوری ها. اینجوری دیدی چطور شد؟ مثلا اون جایی که میخوای بگیری رو ایم بگیری. نگاه دیدی چی شد؟ داری چی کار میکنی؟ مثلا ایم بگیری اینجوری ها. ایم بگیر اینجوری. الهه 3 بار منو زدی الهه. اینجوری مثلا ایم بگیر. ببین دیدی ایم گرفتن چقدر تاثیر داره. نگاه کن اینجا سری میای. خشاب تموم کردم. این گانه چرا اینجوریه؟ نگاه کن. خط هم میتونی بگیری. حالا بنگ بنگ. چی شد؟ موومنت ها تو همیشه بزن. نگاه کن همینجوری. دیدی من چطور دور زدم؟ نگاه کن چطور اینو رو تکون میدم. نگاه کن اینجوری. برو اینور اونور بزنش. دیدی؟ هیت فایر داشتم میزدم رفتم اونور اونور. ببین وقتی طرف نزدیکته با هیت فایر بزن. ایول الهه چرا منو داری میزنه الهه. دیدی چطور تکون میخورم؟ این ایم این راه رفتن تو این ور اون ور کن. ببین طرفو میبینی برو جلو. اصلا چیز نکن. تو داری فرار میکنی. این تو نبودی آجی. فاطمه بود. دیدی چطور این ور اون ور میشم؟ اصلا منو گم کردی. نگاه عشق میکنی. اینجوری میگیری ها. مثلا از جایی که طرف میاد میزنی رو دوربین با دستت نگه میداری. قاطی کردم. این دفعه رو خودم مردم. این فاطمه بود زد. خراب کردم. مثلا خراب کردم. دیدی چطور خراب کردم؟ اینجام خراب کردم. ولش یه مرگ حق است دیگه. خب وایسا بعد این دست یه گان دیگه بکشم. فاطمه عشق میکنی چطور میزنم. صدا پارم باید حتما دقت کنی ها. از کدوم طرف داره میاد. ایول فاطمه اینجاشو خوب زد. چرا گان وایسا گان عوض کنم. گانا رو عشق میکنی.
اسنایپ خیلی مهمه و اگه بتونی با اسنایپ بزنی. ببین یه ایم اینجا، بیا یه ایم هم اینجا. فاطمه دوتایی داشتیم میزدین آجی. خراب کردم. به خراب کردن یعنی اینا، یعنی مرکز بزنی به طرف. البته اینو که زدم رو طرف ولی نمرد دیگه. دیدی همش میس دارم میدم حاجی. اومدم به تو آموزش بدم واسه خودم اسنایپ. دیدی اینم زدم بهت ولی نمردی. ببین اسنایپ باید یه شات رو بزنه. وقتی یه شات رو نزنه دیگه بقیهش با خودت نیست. ایول بابا داریم بد میزنید ها. حاجی خراب کردن یعنی اینا. البته من چون که سرعتی دارم عمل میکنم خراب میکنم. نگاه کن یکم بزنیمتون دیگه، زیادی داریم میزنیم. ایم گرفتن یعنی اینا. نگاه اینو میگیری، یارو اومد میزنیش. فاطمه که افکیه. فینیشر بزن به فاطمه. حاجی انصاف نبود به قرآن. ببین وقتی طرفو دیدی اول اینو میگیری بعد اینی که میکشه رو. ببین یه لحظه وایس امتحان کنم. اول هیت فایرش رو میزنی. دیدی اول هیت فایرش رو میزنی بعد چی. حالا نزدمت، اونم به خاطر این بود که مپ کوچیکه. نگاه اول باید این هیت فایر رو بزنی بعد اسکوپ هیت فایر اسکوپ. ببین مثلا این طرف هیت فایر اسکوپ اینجوری باید بزنیش. ولی این بگیری نگاه حاجی چته. وایسا یکم سوتی بدیم. ستونم چطوری؟ یه اینجا ستونم چطوری؟ حال کردی؟ به ایم میگیری. نگاه ایمو میگیری. البته این ور اومدی. ایمو میگیری. دیدی؟ البته من یکم سرعتی عمل کردم نفهمیدی چی شد، ولی نگاه ایمو میگیری. ایمو میگیری. نگاه ایمو میگیری. اومد میزنیش. بعدی وقتی طرفو یهویی میبینی، وقتی یهویی میبینیش اول اینو میزنی بعد اینو میزنی. ولی وقتی نمیبینیش اینو. وقتی مثلا میری یه جای جدید اینو میگیری میزنیش.